اگه تو هم سنس هادت برم ریخته حتما تا آخر ویدیو رو ببین. بهترین هاد و سنس موبایل رو واسهتون آوردم که آقا خودم شخصا ازش استفاده میکنم. ما دو ماه گیم پلی نداشتیم، گیم پلی خوب همش هایلایت که میشه زد. متاسفانه من آیپد سوخت و من نتونستم گیم پلی در بیارم. شورتم مثلا تو یک ماه کلا 3-4 تا شورت گذاشتم، در صورتی که من تو یک ماه 20 تا راحت شورت گذاشتم و اون 2-3 تا که ویدیو قدیمی بود. نتونستیم دیگه برگردیم، آیپد رو بردیم تهران نشد درستش کنن و الانم چیزه الانم گوشتون افتاده. ما تو چنل تلگرام بچه ها گفتیم که آقا همه چیزی اتفاق افتاد، گفتن که با ما فعالیت کن. ما گفتیم اوکی. ما یه نتیجه گذاشتیم که آقا اولین ویدیو با موبایل هایلایت کیل باشه. ببین یه ما چی یه بگم مچ داداش. فول شما تو فقط بلک بچسبون باشیم کیل میل بزنیم، مثلا تو 2 مچه یه مچ ما اونو در آوردیم. 2 مچ 30 تا کیل زدیم، 60 کیل زدیم. فقط تو بلک 30 تا زدیم هر مچی. خیلی کات بود، خیلی باش تمام شده بود، در دقیقه ویدیو بود، هیچ مشکلی نداشت. من اومدم به بچه تلگرام بگم که بخواد آپلود بشه، گفتن یه تغییراتی ایجاد کنم روی فکرها. وقتی که رفتم و چیز کردم دیدم که آقا پاک شده و من یادم اومد که میخواستم رکوردای خالی شو یعنی بدون کاتش رو پاک کنم، این دوتا رو پاک کردم و اونام باش پاک شده. خیلی ناراحت شدم و بچه تلگرام گفتن اشکال نداره هایلایت کنیم ولی قول میدم که ویدیوهای بعدی روی بلک باشه. اینم یه گیم پلی هایلایت بوده 4 دقیقه است، اگه دوست داشتید ببینید. آدوسنس هم تو چنل تلگرام هستش، چنل تلگرام هم توی بیو پیج هست، اگر هم نبود دیسکریپشن و کامنت ها هستش. جوین بدید، فعالیتامون بیشتر اونجاست، اونجاست. اگر هم چنل تلگرام پیدا نکردید همینجا واسهتون آخر ویدیو کد ها رو میذارم و اینکه کپی کنید استفاده کنید حال کنید. اگه حمایت ها بالا باشه هفته یه بار یا 2 هفته یه بار یه ویدیو کات داریم. دمتون گرم که تا اینجا دیدید. اینم یه ویدیو هایلایت کیل هستش توی 2-3 مچ، همه چی هست، یعنی آلکاتراس هست، تورنمنت هستش، اوپن لابی بیشتر هستش و این فعالیت روزانه هم توی تلگرام جوین بشید. اونجا حالا بدای روزانه یعنی هایلایت های میذاریم، میام که حالا نظرسنجی چالشی اکانتی پابلیک میکنیم و این چیزا. حالا جوین باشید. همتون گرم که اینجا دیدید. فعلا خدا نگهدار. Get some rest, soldier.